مونده نباشیم. اشته هستیم. خیر خیریت جانجور اتیار هستیم. شکر دم غنیمت. شما خوبیم؟ بیبی خوبم؟ بیبی به کلامت خوبم؟ کانال ایرادبرگ خوبم؟ خوب دوستا، از شما خواهش میکنم که ویدیو ما را داخل کانال ایرادبرگ تماشا کنیم. نمایشنامه داریم، نمایشنامه جالبیه که خود شما بر کار کردیم. بالاخره ما فراموش نکنیم، همون علامتک سرخ بزنیم. انمو که فشار دادیم زنگوله میایه. زنگوله که به گردن مرغانیه، امرنگ گردن مرغا. انمو قرار که دیگه تمام ویدیو از این به بعد یک چیزی هم به شما بگم. داخل کانال ایرادبرگ خیلی نمایشنامه جالبی به شما بازی میکنیم، به خاطر که زمستون هم اومده، برفام بیامده. بفهمیدیم انا چیز میکنه. اگر گردن ما بند باشه، کانال ایرادبرگ سابسکرایب نکردیم، لایک نکردیم، شیر نکردیم، بچه همه خاله خوشو منه، بچه همه خاله خوشو منه. میگم یک تیر کمانی بم کل ما شما بزنه. شما حتما نگاه کنین که اگه من نگاه میکنه که اگه سیل نکردیم، سابسکرایب نکردین، دیگه از ما و شما خداحافظی میکنین. شما رو برجو مرا میبرجو. بخیر باشید. سیری پیه تنباکو، چری پیه کله. شماش کجا بخیر؟ کجا بخیر؟ هیچ من برم چیز زن شما گفتم برو انا چیز کو کم تنباکو بستونه کو کله و لباشک و دیگه چی؟ لباشک و سقیچ. خب دو سیر هم شیرپره. چی؟ لباشک سقیچ، دو سیر شیرپره، سیری پی هم تنباکو چوب بعد. تنباکو؟ ما خب خونه کار تنباکو کش نداره. نه تنباکو کچلیم بکشن. نه چیز تینی شما گفته برو تنباکو بستونه چیز کو گیل اگه میشه کسمسی تو دید بگو من چی نمام نگی بیشکی چی نگی هوش کنی که اگه گفته پیار چی نم داره بچه شما شریف پیار شریف اگه ببینه گفته کنه سلت میکنن چیز کنن. انا پیار شریف نفهمه، هیچ کی کو نفهمه تنباکو ایتا به نیفان خو کو بیارک. انا گفتم خوبه. پس تو برو بستونه. سیر پیام نه بیشتر بستونه. بیشتر؟ بیشتر بستونه. نه اونا گفتن سیری پو بستو. نه برو بستون غم نداره. بفهمیدم. تنباکو برو تو تنباکو بیشتر بستون. خوبه. چوبای. برو تو بستون. من خبر ندارم. سن مچلیم میکشه. خب تو برو تنباکو رو بستون، باز کار دارم. نسندی؟ شیرپره، تنباکو، لباشک از اینا برو اگه نمیشه. خوبه. شما نمیری؟ بیام برو. خوبه. شامت بیا خونه نرو. بیا با خونه نرو. بیا ای دقیقه. سلام علیکم. برو مدار شریف از تو صدا کو بیا تو صدا بده. مدار شریف یا تو کار داره. به کی نون پخته میدن؟ تو صدا بده که بیا. کی؟ مدار شریف. چرا؟ کار دارم بگو بیا. تو دیگه کار نداشته باش. چرا داوی که پولار با ما بلا وسیلی به برو تنبه. یار شریف. میشه که بدیدک نگو که تنباکو از مانه. تنباکو به نیفهم خوکو. چرا ایتا گفتم من نمیفهمم. خود تو مگر هر چینا بگم مگر تو هم بری همون کارو بکنی.
مثلا چی؟ مثلا بگم خود خوب رو بچه ها بندستان مگر بری خود بچه ها بندازی؟ نه. تو نمیفهمی که همین تنباکو کار خوبی نیه هست که چلیم بکشم برای چلیم استفاده میشه. آها از او خاطره. با بیلا زن شما اشته هوشیاری بوده. گردن و من میده میگه روش یا شریف احمد نفهمم. چند دفعه دیگه تو رو دست تو پول داده؟ 10 دفعه بیشتر نبوده. سلام. و علیکم سلام. شما بره تو شیرپره و وصیت هایی که کردی دیگه تنباکو و دیگه چیزا ورده شیری وردن داخل بلیستی ورده ببرن. آنه تو دیگه چی آورده بردن؟ شیرپره و لباشک و از این چیزا مست و نوانه هم تنباکو ها شما. بکی شیرپره گفتم نگفتم تنباکو بست. تنباکو تو نگفتی؟ چشما مروشن. آفرین. بارک الله. سیری به پیل دیدی تنباکو به خواهلوا نگفتی؟ نه من تنباکو نگفتم. وای وای. افسوس میخورم. از تو بعید ایتا کارایی. که تو چلیم بکشید سیری به دست ازی بدی بره تو از دیکن تنباکو بستونه. همی کار بمونده بود. پیر و مادر ما چلیمی بوده. یا از تو شرم حیا نداری؟ نه. برو جای چشم من قربون کو. نمون ببینم. برو. حالا تو هم هستم. شرم حیا نداری تو؟ نه. بزنم امیته. تو مگر هر چی برتو بگم مگر تو هم بری بسونی؟ من چی بفهم مادر شریف احمد گفته هر روز میگه 10-12 روز میگه شام جو میگه برو خیر بینی خداوند تو رو کلام کنه خدا تو رو صاحب زن و بچه کنه برو کمک تنباکو بستانه پیر شریف احمد اگه آمد انا یا خوشیوم اینا دیدم من اوش کنی نشون ندی گفتم من خوشی شما به کجای بجی سرایه والا گم هر چی بری تو بگم خود بچه ها بندستان مگر بری خود بچه ها بندازی. من چی بفهمه بی عقل کمالی از این کلونتر تو چی نمایی بشی؟ شطوره یالا شیرپره و دیگه چیزایی که بستوندی به خونه میگذاری تنباکو رو پس میبری و دیکن پس میبری. شیرپره از من؟ شیرپره از تو. یالا تنباکو رو بمونه پس تو. تنباکو رو زود پس میبری بگیر تنباکو رو نمایی. پولار بستونم. پولار بستون یالا. خدا میته زنکار هدایت کنه که به این تو کارهای نرن. سامت بیا اینجا بچین. شکر. یانجوره کجا بودی؟ اینجا من برای تو خوب تکوچه بزی کردم ماستون کاغذباد بگیره هفتش من آزاد شد خیلی من به تو پول میدم که به خودت تا بخری. این فقط یک شرط دارم. هر چی از تو میپرسم واقعیت بگو. تو کارم نداره شیرینی هم به تو دبر. واقعیت چیه؟ واقعیت درو از این دکون همسایه چی خریدی؟ من پول ندارم. به خونه ما. آها به خونه شما دیروز پیشین 50 روپیه تنباکو به زن شما خریدم. به کی؟ به زن شما. به زلمه؟ بله. از که دگم بخریده بودی؟ دیرو یکه؟ نه دیگه روزا. من شاید که 5 ماه بشه. 5 ماه میشه که 5 ماه میشه به هفته یک روز 2 روز منم تنباکو میخرم. یک چیزی هم میگم به من. انا مادر بچه ها شما میگه که شما جو انا خدا تو کلام کنه نه که کسی ببینه. یعنی روزایی که میمون دارید تنباکو میخرن یا نه غیر میمون هم؟ نه یک چیز دیگه هم به من بگفتن. بفهمیدیم میمون نداره نه که اصلا تو حال خود نمچه نون شما رو بخورده. نشد. انا ایتا میکردم میگفتم که انا چیز می دختر خاله شما که نمیره گاهی می دختر خاله شما که به سر شما میایه انا
دختر خاله شما صدای میشنید و میگفت که به زن شما میگفت که اوش کنه که شامت نبینه که شیطونی میکنه که ما چلیم میکشیم. تو هم نگی که من بگفتم. با کی بگم؟ با خونه نگی که من بگفتم. نه نه زن شما میگفت که میگفت نه شامت غلطی نیه اوش شیطونی نمیکنه. دختر خاله شما میگفت که داده انا شامت میشه یک دمی به دوماد شیطونی کنه بگه که زن شما چلیم میکشه. شامت ای تنبکر بی صدا بستونی بیاری. من گفتم من نام خدا لکته شدم پیش من میجونم. انا ایته یک کار بده که ما جیگر که با هم 100 کار بیازه. با تو چرخی هم میخرم، کاغذ باد هم میخرم، 4 تا گله. خیلی بینید با خونه که تو خواستم همینا هم بگو که من همه قدر وقت مبری همینا تنبکو میارم و خود اینا بدیدم میکشیدم. هیچ کس هم با تو کار کردن شما خاطری میزنیم؟ نمیزنم. با من راه نمیدن نفری میکنه. من هستم با خوشت. خوبه چشم امال بری؟ امال بری بری نه ترسی من هستم. نه بری بری شامل جان هر چی میگی واقعیت از تو هر چی پرسیدم چی؟ بفهمیدی؟ الان بسیبم میکنم مادر رمضان بله بیا اینجی بیا بده میگم که از تو یک سوالی میکنم همین تنبکوها تو به کی بستوندی به دست از این پول میدی 1 سال میگه به تنبکو بستونم نه 5 ماه میشه. این دروغ میگه دکاندار همسایه پرسان کردن و هر هفته 2 پسه دفینه میاد تنبکو میستونه. اینا کی به کی استوندی؟ ماما زن شما خودی خوار خوبی آمده به خونه بشیشتم اینا گفتن که شامت میگفتم انا حتی خوب چیز همون کینمو خوار زن شما به من بخندیده کن گفت شامت تا حال کلون هم باشه عقل کمال نداره میگه ما گفتم خب من از عاطفیت من نمیفهمم میگم گفت که بگیر برو مثل پینجری پر تنباکو بخر انا هوش کو که پیار چیز نورالله خبر نشه. انا بازو گفت بابا ایلا نگه گفت نه چیز زن شما گفت نه که شامت غلطی نیه شیطونی نیه. دروغ میگه این چرا مرگ شه و خیلی دروغ جور مرگ یا تاکده بدی تو بچه باب خاندان ما تو بدیدی کسی چلیم بکشه اون از نهی که خیانت بدیدی چشمام روشن تو از کی با چلیمی شدی؟ من چلیم کشیدم نبر معذر رضای خدا این گپار نهزه دیگه کلمار بیشتر خراب نکو از پیش خود کنه میگو تا حالی ما تو گیر دادو حالی همین آدم دروغ میگه دکاندار هم دروغ میگه 6 ماه که اینا کشه تنباکو میبود 5 ماه یک بار دکاندار دروغ میگه کلمار خراب نکو دیگه دروغ نمیگه بگو تو راست خوب بگو بکشیدی یا نه خب اول بگو دیگه چری تو چی مشکل داری؟ همه خواه که با خونه ما اومده که میگه بگو بگیر بکشه همه خصه میاد خوار به شما به تو میگه خوار تو به تو میگه چلیم بکش غم گسته بره به کدو قبرستون میره غم غصه به چلیم چی کار داره زن ما دل جگر تو رم مثل گوسپند پلوری بری میپلاونه. این توقع را از تو بالکل نداشت. راست میگه مر ناامید کردی. راست میگه یعنی بالکل دیگه چی بگم بریم یک زندگی بکنیم نه اسمی سر فکر گردن ما بند باش یک زندگی بکنیم رد از این یه دیمه فنون که بزی میدیم همین کارو بکنو نه قایل میدی که دیگه نکشی اگه کشیدی خود تو بگه به خسرونی بری بمه هره برو همین خوارزادی مقال دادی برو دیگه به جلوی ممنوع که کلمه خرابه برو دیگه الانم دیگه شما نریم کوچه من میزنه نه ماما جان ماما از بعد به شما شیطونی کنم امی گپایی که منفیه به من بکن ماما جیگر من با منفی و نه منفی نمیفهم اگه هرچی به من برای هرچی رای کلم نما شما میگم شیرینی تام همو کاغذ باد چرخه حالا بعد پول که برم بخوب خرانی کال شیطونی کردم دیگه نه ماما جیگر شیطونی کردم بعد پول شیطونی من پول سیام تاله تو ندارم پول سیام ندارم چیز بدیم بس آره 15 روپیه دیگر میهری خوبه چشم
ماما پیش تو گم کنه نه میشه. دل جمع باشی. کیسه داری؟ بله برای به دک سخی. برو خیلی بهتر. کم ظریفی هم برا. نمیارم. ماما حالا اگه شما بریم مثلا بریم اون بفهمونیم بگم من نزنی. نه دیگه خلاصه ماما جیگر. برو. خاطر خیلی جارو گنده میزنه. برو نفی کم هم ظریف میکنه. تو بیار که حیات تو نره. نفی هم میکنه گاهی دیگه به دیدی من داغ شی. نه خدا نکنه. خب خدا حافظ. خدا حافظ. ها بیلا شال شهید کرد من سنگین بود یانه مدی یاره لیده و یارانه شتانه بچه خاله و علیکم جانجانه اوه سلام علیکم و علیکم پیرشی اول خوبه شوکو با چه کار میکنی؟ اما دو وقت یا لوله یک چیزی به دستتون تو غیق میکشی چه کاره؟ سکو شهر نو اون دروازه خوش یعنی؟ فلکیس نه فلکیس بیناده معلوم میشه چه کاره؟ تو چه کار شده؟ میگم بگو اینا شمونه دیگه ابینا یاد نیم ساعت میشه نمینا آوردشتم سرشونه خوب کردم بیاردم میگم شال شهید کرد ما دیگه اصلا به حرف ما دیگه تصمیم گرفتم که به حرف قوم خشو نکنم یعنی همی بیدی خودم کمک میکرده یک سبب میکردیم نه با تیریم پیار داشته باشم دیگه کار نمیکنم زن مامانم به خیر خوشی یکی قولنجی به خیر بگیره چرا با نفری میکنی؟ هیچی لالا بریم شما هم به زن خوب بگیم به چه خاله چه کار شده؟ به زن خوب بگیم به شامت دیگه نگو که شما جو بیا بریم به تنباکو بخر شما جو بیا بریم به تنباکو بخر من نوکر شما کنه شدم به زن ماما خود تنباکو خریدم من چون شیو بعدی بیامده گروه بزده بیامده به جاری بزد و تا سلم که تو پرچیده که به سلام و نیایی شما هم به زن خوب بگین که دیگه به شامت نگو تنباکو بخر خودی برای به خوب بخره نوکر شما نمه یعنی زن مبری تو میگه برو تنباکو بخواه ها قولی جیر بگیره مدام میگه مر نزد مر گاهی وقتی رای میکنه برای تنباکو شام تنباکو برو بخر برای تو مزل ماما خواهم بکرید و مر سلت که زن ماما یا یک لنگ که چی ماما بجوزن که خودی گفته ببی بیخو ببی قیقو چیه؟ یعنی زن مبری تو گفته برو تو تنباکو بسوادی کنه امرو نگو کی گو؟ دیرو پره رو یک دو ماه پیش بعضا روزا هفته 2 روز رای میکنه میگه 60 روپیه 50 روپیه تنباکو بخر دیگه ما به حرف ازوی نمیکنم شما دیخ نمیشین ماما بچه خاله دیگه دیخ نمیشین همون روزی که برای تو پول دادی و به دست تو کو برو دیکون بسو تنباکو خب میامدی برای من میگفتی آخه مطلب دیخ شما نشین من دیگه نمیخورم زن شما تنباکو آخه زن ما بد میکنه زن ما اشتباه میکنه که کار میکنه چرا می تا کارا خو میکنی شما خو امی بده پول دست تو بده دو کمی اومده خلاص چیز میکردی دیگه میگفتی برای من تو ما چی کار دارم دیرو کو دادا تاگی نگو کسی نمیده یعنی چند روز میشه خیلی هر روز بعض روزا میستونم با بیلو پس ایت چلیمی شدی بیده کی چلیمی شده همین زن می مچوم یک دفعه بدید همیته میکن کل کل میزد تا چلیم بچه خاله اصلا من مایه دیگه حال بترقه دیگه با بیلا مطلب شما دیگه نشین دیگه من نمیخرم مریو با بیلا باز ماشین بگی بله قاسم جان بله با خونه یو خیریته قاسم جان شما چی میگن ما جان ایگا پاش یا کی چلیم کشیده چکار شده کی همی کدو کی همی گپ پر بو به شما که خوار به چلیم میکشه یالا که راد ازش تو سعی کنه شما قاسم جان سعی کنه
نه پیرمه نه مادرمه به اجداد ما چلیم کشیدن مد نیه. حالا با شما بگیم چلیم بکشه خوار تو. خوش اگه به گپ مردم بکنه دومات جان، خب اگه گپ مردم بکنه نگه نون هم نخوره. بس تر. خب حسین چی بگی؟ بله سلام. حساب آدم خراب میکنه. کی همی گپ کدوی تارتوق زده برای شما؟ بابا او دروغ میگه. سعی کنی یک دقیقه چی میگم، سعی کنی یک دقیقه گپ مرا هم گوش کنی. او دروغ میگه آخه، او دروغ میگه. کی تالک به می اجداد ما بیدین که کس چلیم بکشه به می فامیل ما. دروغ میگه، هر کس هر گپ میگه دیگه. شما مگر گپ پیر باور کنید. با گپ مردم نکنیم. دروغ میگن. خوب خدا ما بگیر چی بازنی گپ بیده تاش کما من برم جای برو گفته که مشکل بده دست خوار برو رک مشکل بده دست